میریم برای سیمکشی چشمی جک محک به برد مدارفرما. داخل پک بسته‌بندی یه جفت چشمی قرار داره، یه گیرنده و یه فرستنده. حالا تشخیص گیرنده و فرستنده چجوریه؟ اول قاب چشمی ها رو بر میداریم. فرستنده 2 تا پین داره، گیرنده 4 تا پین داره. ما برای سیمکشی اول باید یک کابل صرف 6 2 زوج استفاده بکنیم. حالا میریم برای سیمکشیش. ابتدا منفی چشمی گیرنده و منفی چشمی فرستنده رو به منفی مدار فرمان وصل میکنیم. سیم دوم، سیم نارنجی به مثبت فرستنده و گیرنده به هم وصل میکنیم و توی مدار به مثبت 12 دی سی وصل میکنیم. سیم کشی چشمی فرستنده سیمش تموم شد. حالا میریم سراغ چشمی گیرنده که 2 پین خالی میمونه. یه پینش کامه و یه پین دیگه اوت. پین کام رو به مثبت 12 تو خود چشمی جامپر میزنیم. دیگه احتیاجی نیست توی مدار برای مثبت بیاریم. همونجا تو خود چشمی جامپر میزنیم. کار سیمکشی رو به مدار رو انجام میده و سیم آخر، سیم سبز یا سیم اوتو به IRC مدار فرمان انجام میده. به همین راحتی میتوان یه سیمکشی آسون و ساده رو برای چشمی محک انجام داد. اگه سیمی اشتباه ببندیم توی مدار عبارت IRC روی صفحه نمایش داده میشه، این یعنی خطای چشمی. پس اینجا باید بریم سراغ سیمکشیمون که یکی از این سیما رو اشتباه بستیم. به همین سادگی میتوانی سیمکشی رو انجام داد.